اینجا یه سوال کنکوری داریم. گفته 2 تا تاس رو همزمان پرتاب میکنیم. احتمال اینکه جمع 2 تا عدد اول بشه چقدره؟ خب مگه نگفته 2 تا تاس داریم؟ یه تاس چند تا حالت داره؟ در کل 6 حالت داره. پس برای هر تاس عدد 6 رو قرار میدیم. چون گفته 2 تا رو با هم دیگه پرتاب میکنیم، کافیه این 2 تا عدد رو تو هم دیگه ضرب کنیم، یعنی تعداد کل حالتاش رو تو هم ضرب کنیم، میشه 6 تا 36 تا. خب بعد گفته احتمال این که جمع 2 عدد اول بشه. اول یه گوشه اعداد اول رو می نویسیم. خب اصلا جمع 2 تا عدد 6 در کل چقدر میشه؟ تعداد حالتها 6 تا بود دیگه. خب 2 تا 6 داریم، جمعشون میشه چقدر میشه؟ 12. پس ما اعداد اول رو از 1 تا 12 می نویسیم. ببینیم چه عدد اولی هست. 1 که عدد اول نیست، میشه 2 3 5 7 11. پس کل اعداد اول ما اینها هستن. حالا از عدد 1 تا 6 بایستی 2 تا با هم دیگه توی یه پرانتز قرارشون بدیم. چرا؟ میخوایم کل تعداد حالتهایی رو به دست بیاریم که جمع 2 تا عددشون عدد اول بشه. از عدد 1 شروع میکنیم تا حاصلمون به این صورت در بیاد. مثلا یه بار 2 در بیاد، یه بار 3 در بیاد، 5 در بیاد، 7 در بیاد، 11. خب عدد 1 با 1 میشه 2، پس اوله. 1 با 2 میشه 3، اوله. 2 و 1 میشه 3، اوله. 1 و 4 اوله. 2 و 3 3 و 2 4 و 1، همینطور تا آخر میریم. چطور من اینا رو مرتب نوشتم؟ به این صورت که اولین عدد اول ما چقدره؟ 2. پس بایستی اعدادی رو با هم قرار بدم که جمعشون بشه 2. خب تنها عددی که میتونم قرار بدم چیه؟ 1 و 1. خب اونو قرار میدیم. عدد بعدی چیه؟ 3. برای اینکه به 3 برسم چه کار کنم؟ میگم یه بار 1 و 2 میشه، یه بارم 2 و 1 میشه. 2 حالت داره دیگه. یه بار تاس اول 1 بشه، تاس دوم 2، دفعه دیگه تاس اولی 2 بشه، عدد بعدی 1. همینطور تا آخر میریم. کل تعداد حالتهایی رو که به دست میاریم چند تا میشن؟ 15 تا. کل تعداد حالتهای اولیه‌مون چقدره؟ 36 تاست. تعداد حالتهای مطلوبمون که شده 15 تقسیم میکنیم بر 36 که کل هست. حالا این 2 تا به 3 ساده میشن، سادهشون میکنیم، میشه 5/12.